نوریزایی والدان محافظه‌کار از عمل و عقیده سوریا باعث شده است که او در فکر جدا از پدر و مادر زیستن باشد. سوریا از واکنش پدر و مادر می‌ترسد چون که والدان به چنین تصمیم او نگاهی مثبت ندارند. پدرم آموزگار است، فکر می‌کند که بعد از خانه رفتن من آبروی آنها دیگر آبرویشان نمی‌ماند. مادرم باشد فکر می‌کند که دختر که از خانه برآمد و علاقه بی‌راه می‌شود. سوریا 24 سال دارد. اویله‌دار نیست. میگوید می‌خواهد زندگیش را خودش بسازد، اما والدان می‌خواهند دخترشان به آبرو به شوهر برآید. مادرم را فهمیدن ممکن برای که وی یک زن مذهبی است، سطر می‌پوشد و وی در سن 17 سالگی به شوهر برآمده است. چون خیر دوره‌های آنها همین خیلی بوده است، ولی من نمی‌خواهم مثل آنها باشم. غالباً دختران بی‌شوهر تاجیک نمی‌توانند از چارچوب کشیده والدان که زمینه‌های مذهبی دارند بیرون پا گذارند. گاه بین این طلبات و آزادی انسان پیوندی منطقی نیز می‌دهند. ببینید که در چارچوب اسلام و هم در چارچوب جمعیتی یک معیارهای درستی استانداردی انسانی وجود دارد. اون معیارها رو باید ما نگذاریم. غلام افروزی 25 ساله چند سال اخیر دور از والدان است و زندگی مستقل دارد. برای آنکه به فرهنگ زندگی خود صادق بماند، بعد تحصیل در دانشگاه به زادگاه برنگشت. از قلب‌گذاری پدر و مادر ناراحت بود. خب دیگر ما در یک چارچوبه باید به قول مردم گوییم، در یک چارچوبه باید لباس پوشیم یا که باید موی سر چیزامون پس کنیم، نمیدونم کارهای دیگه. غلام افروز با نمود ظاهری خود از همسالانش فرق میکند. والدان هم معمولا از او خواهش تغییر دادن ظاهرش را دارند. روز لباس هم این خیلی بود، گفتن این لباس مردانه است یا چه است، این برای چی چیز گوییم چیز دریدگی، بروکات دریدگی. در جامعه سنتی تاجیک رهیدن از نفوذ عقیده والدین کاری آسان نیست. عادت است که گاه‌ها زندگی فرزندان تا 50 سالگی هم زیر نظر آنهاست. بعضی وقت از آزاد گذاشتن بچه‌ها کمتر تشویش می‌شوند. پاسخ پدر و مادر به تصمیم فرزندان برای زندگی مستقلانه گوناگون هم باشد، مضمونا شبیه همند. منم مشت چخیل آواز دارد در یک جایی، من خیلی جدا شد، چخیل هیچ آوازش نیست، عادی ترینش همین خیلی نمیشه. جامعه شناسان میگویند راهنمایی فرزندان در همه مسائل مهم است، اما دخالت و خوردگیری به همه پهلوی زندگی درست نیست. البته در کدام حالتی که نباشد ما باید یک معیار به آنها آزادی را دهیم. اون آزادی میتواند جهانبینی مثلا همون نسل رو کمی هم باشه دیگرگون کند. سوریا میداند تصمیم رفتن او از خانه و زندگی مستقلانش برای والدان سخت خواهد بود، ولی برای رسیدن به این آزادی فرصت میپاید.